بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و مخاطبان ارجمند علاقمندان به بحث‌های تاریخ اسلام. عرض کردیم در جلسه گذشته که کاروان ابوسفیان که از شام به سمت مکه می اومد بالاخره متوجه شد با اطلاعاتی که کسب کردن و پرسجویی که این ور اون ور کردن، متوجه شد که پیامبر و مسلمانان در چه منطقه‌ای کجا کمین کردن و میخوان این کاروان رو طبق اون تهدیدات قبلی مصادره بکنن و اعضای کاروان رو به اسارت بگیرن. به همین خاطر ابوسفیان مسیر رو تغییر داد، مسیر کاروان رو تغییر داد. راه بلدایی که داشتن خودشون تجربیاتی داشتن، اون راه ها رو بارها و سالها رفته بودند و میشناختند. یه راهی رو انتخاب کرد که در هر حال تو اون مسیری که مسلمان‌ها کمین کردن ادامه ندن و اونجا گرفتار نشن. و همون موقع هم یک نیروی رو، یکی از اون کسانی که کاروانش مخصوص این کار بود و اخبار رو این ور اون ور میرسوندن، مسائل اضطراری رو اطلاع رسانی میکردند، مأمور میکنه بره مکه خبر بده که دیگه نیازی نیست که برای نجات ما اقدامی مکه انجام بده، چون اگر هدف شما نجات کاروان بوده از اعزام و به صدا قشون کشی، ما کاروانمون نجات پیدا کرد، دیگه دست پیامبر و مسلمونا به ما نخواهد رسید، برای شما هم دیگه لازم نیست که برگردید، لازم نیست که ادامه بدید و بهتره برگردید. عرض کردم هفته در برنامه گذشته که با علی‌رغم اینکه این اطلاع رو مکه دریافت میکنه و متوجه میشه که خطری دیگه متوجه کاروان نیست، باز با اصرار افرادی مثل ابوجهل به راه خودش ادامه میده و سریع میگن که ما هدف اصلیمون نجات کاروان ابوسفیان نبود، این یه بهانه‌ای بود برای اینکه ما بتونیم اون تهدیدات قبلی خودمون رو که میخوایم حمله بکنیم و وارد فاز نظامی بشیم و با درگیری نظامی پیامبر و مسلمانان رو و اصولا اسلام رو و نهضت اسلامی رو، دعوت اسلامی رو از بین ببریم، به اصطلاح با این حربه و با این بهانه حمله بکنیم و این بساط پیامبر و اسلام و این اتفاقاتی که در مدینه داره میفته اینا رو جمع بکنیم. بنابراین مسیر خودشون ادامه داد. از اون ورم با اطلاعاتی که پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم کسب کرد متوجه شدن که اون چیزی که اولا کاروان ابوسفیان از مهلکه گریخته، مسیر رو ادامه نمیده، از یه جایی فهمیده مسلمان‌ها کجا کمین کردن، مسیر رو تغییر داده، ولی اون گروهی که یا اون چیزی که داره به سمت مدینه میاد و به سمت کمینگاه پیغمبر میاد، سپاه مجهز و با انگیزه و به اصطلاح عده مکه است و اینا هم برای جنگ دارن میان. دیگه بحث کاروان نیست که بخواد پیغمبر کاروان رو مصادره بکنه، افرادش رو اسیر بکنه، بعد از اون کاروان غنایمی رو، سهمی رو نصیب کسانی رو بکنه که با خودش و همراه آورده و به هر حال کمک مردم مدینه بشه از نظر معیشتی و اقتصادی، که یک سالی بود، نزدیک بعد یک سالی بود که داشتن از مردم مکه، از مهاجرین در واقع پذیرایی میکردن، با توجه به اینکه از نظر اقتصادی و از خوبی هم خودشون نداشتن. حالا پیغمبر متوجه میشه که نه تنها نمیتونه جایزه‌ای، چیزی، غنیمتی، پاداشی به مردم مدینه یا همون انصار بده، بلکه تازه باید بهشون بگه که یک خودشون برای جنگ آماده بکنن. اون کسی که داره به طرفشون میاد سپاه مجهز و به اصطلاح جنگ طلب مکه است.
نه کاروان ابوسفیان. طبق روشی که پیامبر بعد از که مطلع میشه و آگاه میشه که سپاه قریش در حال حرکت به مدینه است، تصمیم گرفت از میکنم طبق روشی که ایشون داشت و در مقاطع مختلف و مراحل گوناگون حیات دنیوی ایشون و ظاهری ایشون میبینیم، به اصطلاح مرتبش عمل میکنه و پایبند هست، جز سنت ایشون هست، روش‌های ثابت ایشون هست. اولا سعی میکنه که با اصحاب خودش صحبت بکنه، اونها رو از وضعیتی که به وجود اومده آگاه بکنه. ثانیاً با اونها مشورت بکنه که خیلی خوب، حالا که الان وضعیت اینجوری شد، به جای کاروان ابوسفیان ما با لشکر قریش روبرو هستیم، نظرتون رو بگید که چه باید بکنیم که حالا که بحث کاروان منتفی شده ما هم به مدینه برگردیم و از جلوی سپاه قریش در واقع بگریزیم، یا اینکه صبر بکنیم همینجا موضع‌گیری بکنیم تا اینکه سپاه قریش برسه، ببینیم که اوضاع به چه شکلی به پیش میره. این دو نکته رو پیغمبر در دستور کار میده. یک به صدا شورای، یک جلسه ای رو تشکیل میده با حضور سران و بزرگان از اصحاب، سران قبایلی که در مدینه بودن مثل اوس و خزرج و اینا یک شورای نظامی، شورای مشورتی شکل میگیره که درباره این دو موضوع صحبت بکنه پیامبر. البته ما میدونیم بعدا مشخص میشود که خود پیغمبر نظرشون این بود که بمونن و مقاومت بکنند و در برابر قریش عقب نشینی نکنند، چون این کار یعنی عقب نشینی در واقع اون اقدامات پیغمبر رو که میخواست اون منطقه تحت نفوذ مدینه رو قدرتمند جلوه بده، مسلمانان رو با صلابت نشون بده، قریش رو متنبه بکنه، قریش از اون تهدیدات و اون روش جنگجویانه که در پیش گرفته به صدا برگردونه و وادارشون بکنه که عاقلانه تر و منطقی تر با مسائل برخورد بکنن. اگر پیغمبر یعنی احساس میکنه اگر برگرده تو این ماجرا، اون اقدامات درباره اعزام سریه ها و اون غزوه هایی که راه انداختن، راه های تجاری رو تحت نفوذ مدینه رو برای کاروان قریش ناامن بکنه، در واقع همش خنثی شده و برباد رفته و همه میگن که مسلمان‌ها در اولین تهدید و اولین مقابله جدی میدون رو خالی کردند و فرار کردن به سمت شهر و دیار خودشون و از جلوی سپاه قریش در واقع فرار کردند و ترسیدن در اولین برخورد جدی. و در واقع گفت عرض میکنم اون مانورها و اون ابراز قدرت ها و اون به اصطلاح گروه های گشتی که در راه ها یعنی در واقع مظهر حضور و قدرت مسلمان بودن، این همش به باد میرفت. ضمن اینکه این عقب نشینی در واقع قریش رو با اون خوی استکبار، اون خوی مستکبرانه و اون به اصطلاح خصلت‌هایی که داشت جری‌تر میکرد، گستاخ‌تر میکرد و حتما نسبت به گذشته درباره مسلمان‌ها بدتر عمل میکرد، چه در مرحله گفتار چه در مرحله کردار. و اینا مجموعاً موجب میشه که پیغمبر یعنی نظر شخصیشون که بعدا هم عرض میکنم مشخص میشه همین هست، این است که نه بمونیم و در واقع میدان رو خالی نکنیم، قریش بدون ما اینجا همچنان بر سر مواضع خودمون محکم ایستادیم، حالا چه میخواد کاروان ابوسفیان باشه چه میخواد سپاه قریش باشه. البته اینجا یه واقعیت دیگری هم وجود داشت و اون این که عرض میکنم پیامبر با یاران خودش از مدینه اومده بودن بیرون، نه برای جنگ و برای مقاتله و مقابله و اونم با قوی ترین ارتش منطقه، ارتشی که همه میدونستن که
شکست ناپذیر بود تو منطقه. قریش سالها بود که در واقع قدرت اول منطقه به حساب می اومد. خیلی از کسانی که مدعی بودن، قبایلی که مدعی بودن، در برابر شکست خورده بودن تا برسه به مسلمانان. به همین خاطر عرض کردم پیغمبر این هم میدونست که این انصار رو، این مسلمونا رو ما با خودمون جمع کردیم آوردیم اینجا که جایزه بهشون بدیم، یک پاداشی بهشون بدیم. بدتر به اصطلاح حالا باید با جنگ و اینها هم روبرو بشه. باید جنگ با عرض کردم قریش. این مسئله بود که پیغمبر رو در واقع فکرشو مشغول کرده بود و مجبور کرد ایشون رو که با گروه، با اون سران قریش، با سران خودش، سران اصحاب بشنه و گفتگو بکنه. یه نکته دیگه هم که باز وجود داشت این که پیغمبر میدونست که ما به فرضم که عقب نشینی بکنیم و نجنگیم، حالا که کاروان ابوسفیان رفت ما هم اینجا وای نشیم برگردیم، هیچ تضمینی وجود نداشت که قریش به مسیر خودش باز ادامه نده. کمان که قریش عرض کردیم فهمیده بود کاروان ابوسفیان نجات پیدا کرده، اما همچنان به ادامه مسیر و جنگیدن به اصرار داشت. خب حالا اگر اینجا پیغمبر هم میگه ما بخوایم عقب نشینی بکنیم برگردیم به مدینه، ما هم جنگ نداشته باشیم، اونا جنگ دارن، چون اونا از دیرباز و از به خصوص ماه‌های اخیر که بعد از هجرت مسلمان‌ها به مدینه بارها تهدید کرده بودن که مدینه رو بر سر ساکنانش خراب خواهیم کرد مگر اینکه پیغمبر رو ما تسلیم بکنید، مگر اینکه بساط اسلام مسلمانین رو جمع بکنید. و هیچ بعید نبود که اینا تا قلب مدینه مسیر خودشون ادامه بدن و مسلمون و غیر مسلمون رو از دم تیغ بگذرونن و اون تهدیدات خودشون رو عملی بکنن. بنابراین پیغمبر در مجموع این مسائل و در نظر گرفتن این مسائل قبل از اینکه نظر خودش رو ابراز بکنن و نظر خودشون رو سریع اعلام بکنن، مثلا نظر اصحاب رو جویا نشن، بگن جمع بشن اصحاب بعد سخنرانی کنن نظر خودش رو بگه بعد میگه این نظر باید عملی بشه. نه، قبل از اینکه این کار صورت بگیره و نظر پیامبر بیان بشود ایشون دستور دادن، خواستن که بزرگان از اصحاب جمع بشن و با هم دیگه صحبت بکنن و پیامبر اینا رو در جریان واقعیت ماجرا بگذارد. خب تو این ماجرا هم عرض میکنم پیامبر بیشتر نظرش روی انصار بود. یعنی اصلا وقتی که از مدینه خارج شد از اون 313 نفر نیرویی که داشت تقریبا 200 خورده ای، اگر حالا ما بخوایم بگیم 313، حالا با اختلافات بالا پایین اندکی بعضی از منابع اختلافاتی دارن توی زمینه، 313 نفر بودن که نزدیک 230 نفر اونا رو انصار تشکیل میدادن. یعنی تقریبا 2/3 سپاه رو انصار تشکیل میدادن. انصار هم که میدونیم یعنی مردم مدینه و پیغمبر میخواست که از اینا مثلا نوعی با مصادره کاروان ابوسفیان قدردانی بکنه، این خرج زحماتی که کردن، هزینه‌ای که کردن تو حدی جبران بکنه. حالا با همین افراد بعد بگه نه تنها جبران نمیشه، باید جونتونم به صبح بذارید کف مشتتون و در برابر مکه بایستید. ضمن این که همین انصار، البته ما میدونیم قبلا ما در یک برنامه مستقلی به نام پیمان جنگ، اگر در برنامه قبلی آرشیو داشته باشید اونجا هست، در یه برنامه قبلی اونجا صحبت کردیم یه پیمانی بستن به نام پیمان عقبه قبل از هجرت که این پیمان جنگی نبود و یه پیمان دفاعی بود. یعنی مردم مدینه متحد شده بودن که اگر پیغمبر اومد در مدینه هجرت کرد به شهر مدینه یا یثرب، ما مثل خانواده خودمون، خویشان خودمون، ناموس خودمون از ایشون دفاع خواهیم کرد، تنهاش نمیذاریم، تو شهر نمیذاریم اذیت بشه و قص الهازا. اما در اون پیمان نیامده بود که در بیرون شهر و جنگ، اونم جنگ با قریش، ما تعهد میدهیم که به پیغمبر کمک بکنیم. اون در اون پیمان جنگ یا بعد بیعت الحرب به اصطلاح
که بسته بودن، این به معنی این نبود که به این معنی بود، معنی جنگ نبود، من جنبه دفاعی بیشتر داشت که عرض میکنم علاقه‌مندان میتونن به آرشیو مراجعه بکنن. در 7-8 تا برنامه قبلی قبل از هجرت ما راجع موضوع صحبت کردیم. می‌دونیم که در منابع تاریخی هم باز تاکید میکنیم که این مسائل به شکل جزئی و دقیق اومده. به همین دلیل پیامبر مجموعه این عوامل موجب تشکیل اون شورای جنگی شد. وقتی که این شورا تشکیل شد، موضوع رو با اصحاب و بزرگان در میون گذاشت و ابتدا چند نفری شروع کردن به صحبت کردن، بلند شدن و نظر خودشون رو ابراز داشتن که اینا بیشتر اهل مکه بودند و جز مهاجرین، یعنی جز اون اقلیت سپاه، جز اون 2/3 نبودن، جز اون 1/3 بودن. حرفایی زدن، نظراتی رو مطرح کردن که در برخی از منابع سریع و مفصل اومده. در بعضی از منابع بعضی از مورخان بنابر مصالحی ترجیح دادن که فقط اسم اون مثلا افراد رو بیارن اما زیاد به محتوای صحبتاشون اشاره نکنن. من فقط اینجا عرض میکنم ما هم اصرار نداریم زیاد محتوا رو بگیم و اسامی رو حتی بگیم و اینها. عرض میکنم در کتاب‌های تاریخی لااقل اسامی هست، حالا محتوی صحبت رو بعضیا آوردن بعضیا نیاوردن. محتوا برخلاف نظر پیغمبر، یعنی این دسته از افرادی که اون اول هم بلند میشن صحبت میکنن، اهل مکه هم هستن، مهاجر هم هست به حساب میان، نظرشون خلاصه این، اگر بخوام لب کلامش رو بگیم، ما با آمادگی یا با نیت جنگ یا رسول الله از مدینه خارج نشده ایم، نیومدیم برای جنگ کردن، ما اومدیم با کاروان ابو سفیان در واقع برخورد بکنیم، دستگیرشون بکنیم و به اصطلاح یک مصادره بشه، تنبیه بشن اینها. قرار ما بر این نبود که با لشکر قریش بشن، که بنابراین صلاح در این است که جنگ نکنیم، عقب نشینی بکنیم، به مدینه برگردیم، خطرناکه در برابر قریش ایستادن. این لب کلام این آقایون است که خدمت شما عرض کردم اسامیشون حتی در تاریخ اومده، اما بعضیا محتوا، همین محتوایی که من خلاصش رو عرض کردم خدمت دوستان نگفتن، بعضی این محتوا رو هم گفتن که خلاصه وضعیت جالبی نیست، وضعیت مساعدی نیست، به صلاح نیست ایستادن در برابر قریش و اونا قدرتشون به صدا غیر قابل انکار، ما زور عمرشون نمیرسیم، بهتره برگردیم و نجنگیم، خلاصه عقب نشینی بکنیم. که باز تاکید میکنم این برخلاف اون نظری است که پیامبر داره و هنوز ابراز نکرده است. در برابر این گروه که 2-3 نفرن هم اول صحبت میکنن، بعضی از اصحاب بلند میشن، مثل مقداد ابن عمرو که از اصحاب بزرگوار و سرشناس پیامبر هست، محترم پیغمبر در تاریخ اسلام. مقداد ابن عمرو رو میشناسیم و بارها به اصطلاح به نام ایشون و روایاتی که درباره ایشون وجود داره برخورد کردیم. مقداد بلند میشه و ایشون صحبت میکنه. صحبت مقداد اینه، حالا من عیناً از منابع میارم: ای پیامبر خدا، قلوب ما با شماست، آنچه را خداوند به تو دستور داده همان را تعقیب کن. به خدا سوگند هرگز ما به شما سخنی را که بنی اسرائیل به موسی گفتند نخواهیم گفت. هنگامی که موسی بنی اسرائیل را به جهاد دعوت کرد، بنی اسرائیل به کلیم الله گفتند: ای موسی، تو پروردگارت بروید جهاد کنید، ما در همینجا نشسته ایم و نگاه میکنیم، نظاره‌گریم. ولی ما ضد این سخن را به شما عرض میکنیم و میگوییم در ظل عنایات پروردگار جهاد کن و ما نیز در رکاب شما نبرد میکنیم. بنابراین این در واقع همون نظری است که خود پیغمبر هم با این موافقه که بمونن، حالا به کار به جنگ بکشه یا نکشه بحث دیگری است، بمانن و قریش بدونه که مسلمانان موندن و اون به اصطلاح جا نخوردن، میدون رو خالی نکردن. ما
آماده جهادیم. خلاصه این حرفی که مقداد هم میزنه، اگر شما و پروردگارت اینو بخواد ما هم در رکاب شما جهاد میکنیم. خب پیغمبر با شنیدن این سخنان برخلاف صحبت‌های قبلی‌ها، اون 2 نفر اولی که میگفتن نه بریم و عقب نشینی کنیم بهتره و با قریش در نیفتیم به صلاح و این حرفا، با شنیدن سخنان مقداد مسرور میشه، خوشحال میشه و این خوشحالی رو همه اصحاب در چهره پیغمبر ملاحظه میکنن. از همین حالت متوجه میشن نظر پیغمبر چیست. با این حال همونطور که اشاره کردم همین در چند دقیقه پیش در مقدمه بحث، پیامبر میخواست بیشتر نظر انصار را بداند، یعنی مردم مدینه رو که گفتیم هم تعداد بیشتری رو از سپاه رو از گروهش رو تشکیل میدن و هم این که اونا خیلی تا فداکاری کردن، پای پیغمبر ایستادن. آیا پای جنگ هم ایستن؟ آیا در برابر قریش هم به صدا پیشنهاد میدن که بایستیم و میدان رو خالی نکنیم یا نه؟ در ضمن اون افراد قبلی هم که صحبت کرده بودند، حتی خود مقداد، اینا بیشتر نظرات شخصی و فردی خودشون رو اعلام کرده بودند. اهل مکه بودند، مهاجری بودند. به همین جهت پیغمبر بیشتر نظر انصار رو میخواست و میخواست بدونه که اونا چی میگن و به همین خاطر خیلی سریع یه بار دیگه رو به اونا هم بیشتر میکنه و میگه خب شما هم نظرتون رو مطرح بکنید و بگید. از انصار یا مردم مدینه، سعد ابن معاذ رئیس قبیله اوس، یکی از 2 قبیله بزرگ مدینه، یکی اوس یکی خزرج، رئیس قبیله خزرج نیومده بوده اصلا، یعنی با گروهی که با این 313 نفر نبوده. قیس ابن سعد ابن عباده، قیس پسرشه، سعد ابن عباده خزرجی نیومده، میگن مار گزیده بوده، یعنی تو همون ایام مار گزیده بودتش، بستری بوده، نتونسته سپاه رو همراه بکنه. حتی خزرجی ها بودن گروهشون ولی خود رئیسشون نبود. ولی سعد ابن معاذ رئیس قبیله اوس که از مردان مقتدر و از اصحاب بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام هم هست، شروع میکنه صحبت کردن. نمیگه که مثل این که یا رسول الله منظورتون ما این بیشتر میخواد ببینید که ما نظرمون چیه، و شروع میکنه به سخنانی که حالا من عرض خواهم کرد و سخنانی که از ایمان عمیق حکایت میکنه و همچنین روحیه شهادت طلبانه به معنی واقعی، نه شعاری، چون اصلا اونجا جای شعار دادن و جای نمیدونم بازی با کلمات نبود، بحث مرگ و زندگی بود. منتها اینا بر اساس ایمانشون دفاع از حیثیت و ناموس و آبروش رو در واقع سعد ابن معاذ انتخاب کرده بود. اینجوری میگه سعد ابن معاذ که یا رسول الله گویا منظور شما ما هستیم، یعنی ما انصار، ما مردم مدینه. رسول خدا سخن ایشون رو تایید میکنه و بعد سعد شروع میکنه به صحبت کردن. ای پیامبر خدا، مضمونش اینه یا خلاصش، ای پیامبر خدا، ما به تو ایمان آورده ایم، تو را تصدیق کرده ایم که آیین تو حق است. درباره ما به شما عهد و پیمان بسته ایم و بر سر آن ایستاده ایم. ما، این جمله معروفه، جمله سعد بن معاذ، ما در دوستی راست گفتاریم، در سختی شکیبا و در سختی و جنگ شکیبا و بردبارانیم. ما هرگز از روبرو شدن با دشمن نمی ترسیم. برای کسب رضایت خداوند به هر جا که بگویی و هر کاری که صلاح میدانی خواهیم رفت و انجام خواهیم داد. سخنان خیلی پرشور، مخلصانه، شجاعانه، مؤمنانه سعد بن معاذ پیغمبر رو بازم مسرور میکنه، بازم خوشحال میکنه و به اصطلاح در موقع پیغمبر دیگه خیالش راحت میشه که انصار
این انتخاب رو کرده و نظر انصار با نظر پیامبر منطبق هست و البته انصار در واقع عرض میکنم اینجا جای مجامله و جای تعارف این حرفا نبود. اینا پیش خودشون گفتن که اگر قرار است سپاه مکه بیاد و حتما هم ادامه میده و به شهر ما خواهد ریخت، خانوادهمون، ناموسمون، شهرمون، اموالمون رو به غارت میبره، نابود میکنه، بهتر ما نباشیم. ما در مرگی شجاعانه در واقع از شهر خودمون، از وظیفه انسانی خودمون دفاع کرده باشیم و در اتفاقی که میخواد بیفته دیگه بعد از مرگ ما باشه، ما نباشیم. این همون روی شهادت طلبانه میشه. یعنی من اینجا میخوام اینو عرض بکنم که انصار اینجا تنها چیزی که فکر نمی کردن این که میخوان پیروز بشن یا درصدی شانس پیروزی دارن یا مثلا به غنیمت میخوان دست پیدا بکنن. اصلا این چون با توجه به اون سوابقی که از قریش میشناختن، عده و عده و سپاه و تجربه و شکست ناپذیری و نمیدونم جنگجویی قریش، اینا میگفتن ما که حریف قریش نمیشیم، بنابراین پس بهتره که ما نباشیم و با شهادت ما در اتفاقی که میخواد بیفته دیگه ما نیستیم که این خفت و خاری رو ببینیم. یعنی میخوام بگم در اوج اخلاص این خیلی مهمه، چون بعدا خواهیم دید که این دیدگاه وقتی در بین مسلمان‌ها وجود نداره با اتفاقات ناگواری رو میشن. مثلا در جنگ احد که بعدا صحبت خواهیم کرد، این روحیه در واقع روحیه حاکم بر مسلمانانه که میمانیم، میجنگیم، شرافتمندانه میمیریم دیگه، بعدش هم ما وظیفمون انجام دادیم دیگه، لا تکلف نفس الا وسعها، دیگه هر چی که خدا میخواد و ما بنز وسع خودمون عمل کردیم. در هر حال من روی این موضوع بازم شاید در برنامه بدم تاکید بکنم، چون این خیلی مهمه. این روحیه است که سرنوشت جنگ بعد رو تعیین میکنه و این رو باید به اصطلاح در نظر داشت، چون از نظر معادلات روی کاغذ، از نظر کمیت و ابزار قریش خیلی به اصطلاح سرتر نشون میداد و پیروز قبل از جنگ بود. به همین خاطر هم خیلی هم اصرار داشت که بیاد و به جنگی که در برنامه بعدی بیشتر راجعش صحبت خواهیم کرد. نهایتاً بحثمون رو جمع بکنیم. سخنان پرشور و مخلصانه و مؤمنانه و شهادت طلبانه و شجاعانی سعد بن معاذ در واقع سخت باعث خوشحالی پیامبر میشه، تا اونجا که نه تنها در حق اونا دعا میکنه، بلکه پیامبر اینجا وعده میده قبل از اینکه جنگ شروع بشه که بروید و خوشدل باشید. به خدا قسم همکنون گویی به کشتارگاه مردان قریش مینگرم. یعنی این بازی که دیگر از اون پیشگویای پیغمبر اکرم است. بعد از این جلسه و شورای نظامی همون موقع پیغمبر دستور میده، یعنی وارد عمل میشه برای به قول امروزی ها پلن بعدی، فاز بعدی، که سپاه رو دستور حرکت میده که از منطقه زعفران برن به منطقه بهتر، آماده تر برای جنگ که همون نزدیکی های چاه بدر. سپاه اسلام در چاه بدر فرود میاد اونجا موضع گیری میکنه و منتظر میشینه. حالا ما در برنامه بعد هم اشتباه ببینیم که واکنش قریش در برابر خبر بازگشت ابوسفیان و کاروانش چی هست، که البته عرض کردم اصرار داره به جنگ، منتها مقدار بیشتر درباره این موضوع ما صحبت خواهیم کرد. تشکر میکنم از توجه و عنایت شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدار شما باشه.